به نام خالق گریه و خنده، خدای عشق، خدای بخشنده، خدای مهر، خدای زیبایی، خدای آسمان و ماه تابنده. اینجا نون و نمکه و هدفش خندیدن شما بیننده محترم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز در هر کجای این خاک که هستیم. براتون آرزوی سلامتی میکنم. اگر هم در خارج از کشور هستید و برنامه ما رو تماشا میکنید، امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید. خیلی خوشحال و خرسند هستم از این که 5 قسمت با شما همراه بودم و البته راه بسیار بلندی رو ما در پیش داریم. قطعا همینطور هست و قطعا همراهی و همکاری شما با ما این برنامه رو بهتر هم خواهد کرد. برنامه ما برنامه اشتراکی هست و من و شما قرار هست در کنار همدیگر این برنامه رو سر و سامون بدیم بهش و کاری بکنیم که این برنامه دیدنی بشه. پس این برنامه دیدنی نمیشه مگر با حضور شما، با پیام‌های شما، با انتقادات شما، با نظرات شما، با تصاویر و ویدیوهای بامزه‌ای که شما برای ما ارسال میکنید که به نام خودتون در این برنامه نمایش داده میشه و اتفاقات دیگر. راه ارتباطی مشخص شده و من چندین راه ارتباطی مختلف رو به شما میگم. شما هر کدومی که براتون مقدوره انتخاب میکنید و با ما در ارتباط هستید. برنامه نون و نمک هیچ صفحه‌ای به نام خودش در هیچ کدام از شبکه‌های اجتماعی نداره و این کار رو هم ما به این دلیل کردیم که امکان داره سوء استفاده هایی بشه از نام این برنامه و شبکه‌های فیک یا به قول خودمون تقلبی ایجاد بشه تو فضایی که خیلی توش شایعه زیاده، خیلی توش حاشیه زیاده و دوست نداریم توی فضایی کار بکنیم که هم برای خودمون ناامن باشه هم برای مخاطبانمون. پس اومدیم تمام آنچه که خودمون داریم نون و نمک رو درش شریک کردیم. یعنی اومدیم نون و نمک رو گذاشتیم تو صفحاتی که برای خود بنده هست. امیدوارم که به این صفحات مراجعه بکنید، هم از پست هایی که داخل این صفحات هست لذت ببرید، هم از اینکه این تصاویر نون و نمک رو تماشا کنید لذت ببرید. مطمئن باشید تمام این شبکه ها در جای خودشون برنامه خوبی برای شما دارن و عکس های خوبی برای شما میذارن، متن های خوبی برای شما میذارن، اتفاقات برنامه آینده رو امکان داره توش نمایش بدیم. خلاص اتفاقات مختلف. تو هر شبکه‌ای اطلاعات متفاوتی قرار میگیره. این نیست که شما اطلاعی رو مثلا یک بخشی رو توی شبکه‌ای ببینید و عین همون مثلا تو جای دیگری ببینید. تا اونجایی که بشه
ما سعی میکنیم که اطلاعات متفاوت و کارآمدی رو در خدمت شما قرار بدیم. آیتمی تماشا میکنیم، برمیگردیم با عکس‌ها در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم. وقتی حواس ما توی زندگی از یه سری چیزایی پرت میشه، حواسمون به یه سری چیزایی نیست، یه سری چیزهایی از دستمون در میره، یه سری اتفاقاتی میفته که ما حواسمون به اونها بیشتر جمع میشه تا اینکه بخوایم حواس خودمون رو به همه جنبه‌های زندگیمون جمع بکنیم. حواسمون به بچه‌مون میره، حواسمون به همسرمون میره، حواسمون به دیگران میره، ولی حواسمون به خودمون نیست. اعتماد به نفسمون کاهش پیدا میکنه. حواسمون به کارمون میره، حواسمون به پوششمون میره، حواسمون به زیباییمون میره، ولی حواسمون به بچه‌مون نیست. حواسمون به خیلی چیزهایی میره، ولی باز یه سری چیزهایی میمونن که باید حواسمون به اونها هم باشه. پس سعی بکنیم تو زندگی خودمون، زندگی شخصی خودمون، زندگی اجتماعی خودمون، حواسمون به همه چی باشه، همه چی رو در نظر بگیریم، به همه چی توجه بکنیم، برای هر اتفاقی تو زندگیمون یک هوشیاری خوبی داشته باشیم. اون آدم موفقه. آدمی که اخلاق خوبی نداره ولی مدرک تحصیلی بالایی داره آدم خوبیه. آدمی که مدرک تحصیلی پایینی داره ولی اخلاق خوبی داره آدم خوبیه؟ نه. همه اینها ناقصی هایی دارن. و مثال میزنم، باز راننده تاکسی که خیلی بد اخلاقه با شما، خیلی با شما بدرفتاری میکنه، آدم خوبیه؟ نه. اخلاق خوب خیلی مهمه. پس اخلاقتون خوب باشه همیشه. و ماشینی که زیر گل مونده این نمیخواد ما بگه، میگه اگر حواسمون به بازی رفت، اگر حواسمون به سرگرمی رفت، یادمون نره که یه ماشینی هم اونجا هست که داره میره زیر گل. آسمون این والدانه بیا بیا ببین دوباره میندازیم، دعوا نکنی، دوباره میندازیم. بابا دوباره بچرخ. چی بابا؟ چی؟ چی؟ مگه میشه؟ ماشین رفت زیر آب؟ کودک درون خیلی چیز خوبیه. اینکه کودک درون آدم فعال باشه یک اتفاق بزرگه تو زندگی ما. و اینکه ما اجازه بدیم کودک درونمون لذت ببره از زندگی، عشق بکنه و بچگی کردن رو به ما یاد بده. چون میدونید دیگه اصلا فلسفه این کودک درون و نمیدونم پیرمرد درون و پیرزن درون و اینا همه فلسفهش اینه که ما مجموعه ای از حسای مختلف هستیم، مجموعه از دوره‌های مختلف هستیم. دوره‌های مختلف تموم میشه برای ما ولی تو وجود ما میمونه. مثلا بچگی تموم میشه،
جوانی تموم میشه، بزرگسالی تموم میشه، پیری تموم میشه و بعدش مرگ میاد. ولی همه اینها تو وجود ما هستش. پس بذاریم کودک درونمون فعال باشه. آقای محترم، اون ماشین برای بچه‌هاست، نباید، ولی دیگه نباید بذاریم که کودک درونمون مزاحمت ایجاد بکنه برای دیگران. آخه ترافیک میشه اون کارو میکنی تو. بیا پایین بذار بچه بشینه تو اون ماشین، خجالت بکش. اونو بیارینش لطفا. اینو بله قول داده بودی خودم انتخاب. من کی قول دادم؟ مگه تو بچه میخوای انتخاب کنی؟ هم پسرونه است. چی کار میکنی؟ میشکنه مال بچه هاست. نه عزیزم بچه بزرگ میشه دیگه بالاخره. ببین چه بهشونم میاد. خانم این روزا من از اینجور چیزا زیاد میبینم. میخواین برای شما یه عروسک بیارم؟ زن و شوهر برای ازدواج باید همکف هم باشن. همکف که نوشته میشه، همکف خونده میشه. باید سبک سنگینیشون به هم بخوره به نوعی. و اینطور بگیم زن و شوهر باید تمام اخلاقیاتشون به هم بخوره. حتی از لحاظ بدنی هم باید با هم برابر باشن. به هر حال توی زندگی دعوا هست، توی زندگی نزاع هست، توی زندگی درگیری هست. نمک زندگیه، به هر حال نون و نمک میخواد همین نمک رو در نظر بگیره و اون نمک خیلی نمک خوبی نیست. و زن شوهر به هر حال از لحاظ جسمی باید به هم بیان، از لحاظ وزنی باید به هم بیان. عزیز من، همین الان، من خطابم آقای دومات هست، همین الان برو قطعه 246 ضلع شرقی لس آنجلس رو، قبرستان لس آنجلس رو برای خودت بخر، پیش خرید کن که و اصلا اگر حالا این کارو نمی‌کنی سعی کن زیاد سر به سر خانمت نذاری. آره خیلی حرف تو حرفش نیار، بذار کار خودشو بکنه. آره چی میگی ها؟ چی میگی ها؟ منو برد بالا، بزنش دیگه. ولش کن بلقشو داری خفاش میکنی. میگم ولش کن بهت میگم. بلقشو آی من چی شده خود خانم؟ باشو بگیری. من که گرفتمه. ولش کن بگیری. من نمیتونم بگیرمه. شما یا زامنو خودت کمکش کن. آقا ماشاءالله بودو بلندش برده ببرش در بونگا. بودو خانم من که نمیتونم. شوهر چرا منو نگاه میکنی؟ پر رو بازی تو به کشتنش داد. من بغلش بکنم؟ خب کولش کن ببریمش بیمارستان دیگه. تواناییشو ندارم، سنگینه، نمیتونم بلندش کنم. بله، برنامه نون و نمکی برنامه آیتمیه و در میان برنامه ما سعی میکنیم که آیتم های جذابی رو برای شما پخش بکنیم که این آیتم البته خیلی هاشون توسط خود من ساخته میشه و خیلی هاشون هم توی فضای مجازی هست، ما استخراج میکنیم. البته سعی میکنیم تا اونجایی که میشه آیتم ها رو خودمون هم تدوین بکنیم، یعنی آیتمی براتون پخش نشه که شما نمونهش رو دیده باشید تو فضای مجازی، که یه چیز جدید برای شما پخش بکنیم. حتی اگه اون ویدیو تکراریه سعی میکنیم حالا یک دستی به سر روش بکشیم که براتون جذاب باشه. آیتم رو تماشا میکنیم، جذاب و دیدنی، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود. اینم بگم که بعضی از این آیتم ها دوستان من شماره 2 داره. مثلا ویدیوهای آیتم های ما داشتیم تو قسمت قبل که شماره 1 و 2 داره. پس حواستون باشه اینو تماشا بکنید. قسمت دوم دارم بعضیاشون. اینو گفتم که آیتم های برنامه ما رو هم جدی بگیرید. آیتم های جدید هم در راه، آیتم هایی که خودمون براتون ضبط میکنیم و اونا براتون پخش میشه. اونا دیگه خیلی جذابیت داره. این یک سورپرایزه، در چندین قسمت آینده من اعلام میکنم که چه اتفاقاتی قراره تو این برنامه برای شما بیفته. دوستان من ببینیم آیتمی رو، برمیگردیم باز با شما همراه خواهیم بود. بفرمایید.
این روزها مدل های عجیب و غریب مو و ریش و نمیدونم ابرو حتی برای آقایون، من خطابم به آقایونه چون در مورد آرایش خانم ها ما در قسمت قبلی صحبت کردیم، خیلی مد شده این روزا که به نظر من اینا میگیرن تابلوهای نقاشی رو میذارن جلو خودشون. حالا اینجوری باشه که خیلی خوبه، این تابلوها خیلی آدمای خوشگل و خوش قیافه‌ای هستن توش. تابلوهای نقاشی رو میذارن جلو خودشون، بعد شروع میکنن مثلا خودشون مثل اونا درست میکنن، یا مثل این بازیکن‌های فوتبال هستن که به شکل‌های مختلف، اصلا آدم فوتبال میبینه فکر میکنه مثلا داره یک نقاشی میبینه، نقاشی هر آدم یه جوره توش. خاموش ملاین، اینجا محل عبرته نه محل دامبل و دیمبو. به به آقا بهرام. شهرام بهرام نداریم. جناب علی احمدم، اخوی محمد. ببینم ما رو که میشناسی؟ اخوی ها رو خیر، اما شما رو فکر میکنم بارها در برنامه وزین راز بقا زیارت کردم. بخش عکس‌ها در همینجا به اتمام میرسه. ممنونم از اینکه در بخش عکس‌ها با ما همراه بودید. همچنان نون و نمک ادامه داره. یکی از اشکال شادی کردن، یکی از شکل‌های شادی کردن به نوعی رقصیدنه. رقصیدن نشاط آوره، یعنی شما وقتی میرقصی یک هورمون شادی بخش تو بدن شما ترشح میشه. اما ما حتی رقصیدن رو هم از نوع مجازش رو دوست داریم، از نوع خوبش رو دوست داریم و بعضی ها وقتی میرقصن خودشون شاد میشن، بعضی ها وقتی میرقصن هم به خودشون شادی میبخشن هم به دیگران. رقصیدن این شکلی هم نوبره. بیان دور شاهداباد دیگه من نمیدونم. بریم آقا، بریم قاسم آبادی، برو بریم. ادا در آوردن کار خوبی نیست. حالا ما تاییدش نمی کنیم ادا در آوردن و دقت بکنیم دوستان من که ادا در آوردن با تقلید صدا فرق میکنه. ادا در آوردن یه جورای مسخره کردنه، ولی تقلید صدا هنر محسوب میشه. یعنی شخصی که داره تقلید صدا میکنه یک هنر به خصوصی رو داره از خودش نشون میده و این کودک عزیز ما، عزیز دل ما همیشه تو برنامه‌مون کودک زیاد داریم و این کودک های زیاد خیلی خوبه واسه برنامه ما لذت میبریم از اینکه
این تصاویر جذاب و این فیلم های جذاب کودکان شما و کودکان سرتاسر کره زمین رو نمایش میدیم و لذت میبریم از این اتفاق. کودکان خب از این قضیه که حالا ادا در آوردن کار زشتی به دور هستن. کودک باید کودکی بکنه، باید بچگی بکنه و باید لذت ببره از زندگی. حالا این ادا داره در میاره و قشنگ هم ادا در میاره، خیلی قشنگ ادا در میاره و همین که ما میتونیم در حقیقت ما متوجه میشیم ایشون تونسته یک رو بخندونه، این یعنی موفق بوده. ادا در آوردن کار خوبی نیست. ببینید. یه سری شوخی هایی ما داریم دوستان من، حالا اسمشو من نمیدونم، بستگی داره رفقای شما چی رو این شوخی اسم بزنن. شوخی که معمولا بین رفیق با رفیقه. یه سری بهشون شوخی خرکی، یه سری میگن شوخی های شهرستانی، شوخی شهرستانی، شوخی دستی، اسمای مختلفی داره. من یک ویدیو براتون پخش کرده بودم، فکر میکنم تو قسمت 1 یا 2 بود، از این شوخی های خطرناک که در بعضی موارد باعث مرگ افراد شده بود و علیرغم این که من دوست ندارم این ویدیوها رو براتون به نمایش بذارم، ولی جذابیت به خصوصی تو این شوخی ها هست. هرچند من تایید نمی‌کنم این شوخی ها رو، چون ما دوست نداریم به این چیزا بخندیم، ولی انقدر این ویدیوها جذابه. حالا جذاب از نوع بدش، چیز بدم میتونه جذاب باشه، ولی خب آدم دوست داره ببینه. ولی شما ببینید، از این چش بدید، از اون چش بدید بیرون. یه جوری باشه که دیگه خلاصه با خودتونه دیگه، با خودتون، همه چی با خودتون. از این شوخی ها ما دوست نداریم، ولی دوست داریم تصاویرش رو ببینیم، برامون جالب، خنده‌دار، زیباست و دیدنش خالی از لطف میشه گفت نیست. ما به این ویدیوها نمیخندیم، ولی باهاشون لذت میبریم. شما چطور؟ میمیرم ولی باز تو بدون، همیشه یاد تو از خاطر من فراموش. سیاسی، مهاجرت فرهنگی، فلسفه پلیس امنیتی، مبارزات ملت، مبارزات سیاسی. آقا ساکت، آقا ساکت، یا بیرون، برو بیرون، برو. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
گاهی خداوند پنجره ها را میبندد و درها را قفل میکند. چقدر زیباست که در آن لحظه فکر کنیم هوا طوفانی است. ته 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 دلتون، اون جایی که جای هیچ کس نیست، یه جا برای نون و نمکیا باز بکنید. دوستان من، این برنامه هم به اتمام رسید. راههای ارتباطی با شما رو گفتیم که چه راههایی هست. حتما به این راههایی که ما گفتیم، به این شبکه‌هایی که گفتیم سر بزنید و عکس‌ها، تصاویر، ویدیوهای ما رو ببینید و لذتش رو ببرید، عشقش رو بکنید. فراموش نکنید که همچنان ما منتظر نظرات شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما در خصوص این برنامه هستیم. از اون قسمت 11 بخش‌های ما تو برنامه خواهیم داشت که نظرات شما رو میخونیم، انتقادات شما رو میخونیم. تو برنامه کامل دیگه حس میشه دیگه نظرات شما. اون موقع دیگه ارتباط خیلی خوبی با هم دیگه خواهیم داشت. امیدوارم که لذت برده باشید. من که خیلی عشق میکنم از اینکه با شما همراه میشم در این برنامه. گفتم بودن در کنار شماست که برای ما اهمیت داره. برنامه مهم نیست، هرچند که برنامه طنز به ما انرژی میبخشه. دوباره میخوام بگم که ته 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 دلتون، اونجا که جای هیچ کس نیست، یه جا برای نون و نمکیا باز بکنید. با امید اینکه لبخند رو روی لباتون آورده باشیم. خداحافظ، خدا نگهدار. بخند عزیزان، دنیا خنده داره، واسه به جز خنده دوا نداره. بخند، خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره. چه زود به آخر میرسن آدما، تموم این روز و شبا که بد نیست. ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو